نظرتو بگو. به نظرت این کار انجام بشه یا نشه؟ نمیدونم. این حرکت از من و شما حتما صادر شده. کمرویی، خجالت، قدرت بروز احساسات رو نداشتن، قدرت اظهار نظر رو نداشتن. بله، این خجالت و کمرویی در خیلی ها وجود داره و این مربوط میشه به نوع تربیت ما، نوع نگاه ما به زندگی و اطرافیان و اون چیزی که بهش عادت کردیم. به قول یک بزرگی، اون چیزی که الان ما هستیم نتیجه عادت‌هایی که ما داشتیم و داریم. ما عادت کردیم به هر دلیلی که کمرو یا خجالتی باشیم. چرا عادت کردیم؟ مثلا اطرافیانمون اینطوری بودن. مادر خیلی کمرویی من دارم و خیلی خجالتی. خب تحت تاثیر مادرم هستم، خیلی دوستش دارم، خیلی محترمه، اما چون خجالتی بوده منم خجالتی شدم. خواهر و برادری دارم که اونا خجالتی هستن. نه، اصلا خانواده‌ام مسئله‌ای ندارن. من محیط کارم، دوستام، اونایی که باشون بیشتر ارتباط دارم خجالتی هستن و همین موضوع باعث شده که من هم خجالتی باشم و بمونم. قدرت نگفتن ندارم. باید چیکار کنم؟ میخوام برم به مدیرم بگم که خب من 5 ساله دارم اینجا با یک حقوق ثابت برات کار میکنم، حقوقم رو اضافه کن. نمیتونم بگم. توی کلاس درس میخوام جواب رو بگم، آقا اجازه من جواب رو میدونم، اما خجالت میکشم و دستمو میارم پایین و منصرف میشم. تو دانشگاه همینطور، تو محل کار همینطور. توی یک جمعی که مثلا فرض کنید جلسه کنفرانسی هست و از همه نظر پایی میکنن، من سکوت میکنم و وقتی از من نظر میخوان فقط یه جواب بلدم میدم. منم با دیگران موافقم یا من نظری ندارم. این خیلی بده. شما یک انسان بزرگ و توانمند هستین. شما آفریده خدا هستین. شما خیلی میتونید، خیلی میدونید. امکان نداره که نتونید بر این عادت غلبه بکنید. شما به زودی فردی خواهید شد که میتونید هم احساساتتون رو بروز بدین، هم نظراتتون رو ابراز کنید و هم ارتباط خوبی با اطرافیانتون برقرار کنید. اما چه باید کرد؟ تمام این کارهایی رو که باید انجام بدیم و همش مهارته و همش اکتسابیه و هیچ کس خجالتی به دنیا نیامده. هیچ کس با روابط عمومی بالا به دنیا نیامده. همش اکتسابیه، همش یاد گرفتنیه و شمایی که خجالت میکشین میتونین از این حالت خلاص شین، وارد جامعه بشین، باشون ارتباط برقرار کنین، تو مهمونی ها حاضر بشین، تو جمع و کنفرانس ها اظهار نظر کنید. شما هم میتونین با یادگیری فنون به نتیجه‌ای که میخواید برسین و احساس آرامش بکنید. برای این کار میتونید وارد سایت masumian.ir بشین. بله، من اونجا آماده و حاضر برای آموزش فنون غلبه بر خجالت و کمرویی هستم. اونجا به شما خواهم گفت که چه کار بکنیم تا خجالتی نباشیم. برای این کار وارد سایت بشین. تو بخشی که محصولات آموزشی رو گذاشتم براتون وارد بشین و اون قسمت رو که نوشته آموزش غلبه بر خجالت رو انتخاب کنید و فنون رو ببینید، بشنوید و سعی کنید خوب یاد بگیرید و تمرین کنید. تمرین. میبینید که این مهارت رو کسب میکنید. حتما این اتفاق میفته و این باعث میشه که اعتماد به نفستون بالا بره، کلا یک آدم دیگه‌ای بشین و بتونید با تولدی دوباره تو جامعه بدرخشین، حتی تو خانواده‌تون. با امید دیدار و با آرزوی موفقیت برای شمایی که تا این لحظه از خجالتی بودن رنج می‌بردین، ولی حالا قراره که دیگه تموم شه. یک دنیای جدید، یک تولد دوباره. به امید دیدار.